برای کمک به بیرون رفتن استرس از بدن تپینگ رو با هم انجام بدیم. اول یه دور احساسات استرس زامون رو بیان میکنیم و بعد احساسی که میخوایم بهش برسیم. پس لطفاً ضربه بزن به دست چپت و با من تکرار کن. با اینکه احساس استرس و فشار زیادی دارم، عمیقاً و کاملاً خودم رو میپذیرم. با اینکه احساس استرس و فشار زیادی دارم، عمیقاً و کاملاً خودم رو میپذیرم. با اینکه احساس استرس و فشار زیادی دارم، عمیقاً و کاملاً خودم رو میپذیرم. ذهن من پر از نگرانی است. ذهن من پر از نگرانی است. استرس زیادی را تجربه می کنم. استرس زیادی را تجربه می کنم. کارهای زیادی را باید انجام دهم. کارهای زیادی را باید انجام دهم. نمیتونم به درستی فکر کنم. نمیتونم به درستی فکر کنم. فشار و استرس زیادی رو تجربه می کنم. فشار و استرس زیادی رو تجربه می کنم. با اینکه فشار و استرس زیادی رو تجربه می کنم، خودم رو عمیقاً و کاملاً میپذیرم. با اینکه استرس و فشار زیادی رو تجربه می کنم، خودم رو عمیقاً و کاملاً میپذیرم. من آرامش را انتخاب می کنم. همین حالا. من آرامش را انتخاب می کنم. همین حالا. من انتخاب می کنم که ذهنم و بدنم را از استرس رها کنم. من انتخاب می کنم که ذهنم و بدنم را از استرس رها کنم. من فشار را از روی دوشم بر می دارم. من فشار را از روی دوشم بر می دارم. من آرامش را انتخاب می کنم. من آرامش را انتخاب می کنم. من ذهنم را باز می کنم. من ذهنم را باز می کنم. من ذهنم را باز می کنم. من آرامش را به ذهنم دعوت می کنم. من آرامش را به ذهنم دعوت می کنم. قلب من آرام و روشن است.